مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 فوریه سال 2024 با نشر دو عکس از جای حادثه خبر داد که شب 11 فوریه ساعت 9:37 دقیقه در تالار ورزشی ارشد ام در شهر حصار سوختار به عمل آمده است. بنا به اطلاع میلیس سوختار نشانها در پی به جای حادثه حاضر شدند معاین کردند که سوختار داخل تالار ورزشی و بام آن را در مساحت 755 متری مربع فرا گرفته خوف پنشوی آتش به دیگر انشاءات اطراف به میان آمده است. گفته می شود در نتیجه سفربر نمودن قوه و واسطه های موجوده سوختار نشانی، سوختار در مساحت اولش در ساعت 9:28 دقیقه به پررگی خاموش کرده شد. به صورت عموم جریان فرو نشاندن سوختار در تالار ورزشی ارشد ام قریب 2 ساعت را در بر گرفته است. وزارت کارهای داخلی گفت سبب سوختار بر اساس نتیجه های سنجش پیشکی نادرست استفاده بردن بخاری بوده است. حجم ضرر رسیده شده بر اثر این سوختار از جانب گروه کاری معاین کرده می شود. گفته شده است در خبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی نظر مالکان تالار ورزشی ارشد ام هنوز دسترس نیست. معلوم نیست که آیا هنگام سوختار در تالار ورزشی کسی بود یا نه. در این باره هم که آیا کسی در این حادثه آسیب دیده است یا نه در خبر چیزی گفته نشده است. در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 581 سوختار ثبت شده. در این حادثه های ناخوش 18 نفر از جمله 9 نابالغ به هلاکت رسیده. مال و ملک دولت و مردم به مبلغ 9,376,000 سومانی به کام آتش رفته است. سال 2022 در جمهوری 1262 حادثه سوختار 19 نفر جان باخته. این حادثه ناخوش به دولت و مردم به مبلغ 58,716,000 سومانی ضرر رسانیده بود.